پس چطوری که مسیح برای ما به حسب جسم عقوبت کشیده است، شما نیز با همان فکر مسلح شوید. زیرا کسی که به حسب جسم عقوبت کشد دیگر گناه نمی کند، تا که باقی عمر جسمانی را نه از روی هوس‌های آدمی بلکه موافق اراده خدا به سر برد. شما در زمان گذشته به اندازه کافی مثل خلقها رفتار کرده اید، به ناپاکی ها و هوس‌ها، به مستیگری، به افراطکاری در خوردن و نوشیدن و به بت پرستی زشت داده شده اید. به همین سبب آنها متحیر می شوند که شما به آنها در همان فسق و فجور اشتراک ندارید و در حق شما بدگویی می کنند. آنها به خدایی که تیار است زندگان و مردگان را داوری کند حساب خواهند داد. زیرا برای همین به مردگان نیز بشارت داده شده است تا که آنها به حسب جسم به طریق آدمیزاد به داوری دچار گردیده، ولی به حسب روح به طریق خدا زندگی کنند. اما فرجام همه چیز نزدیک است، پس با ملاحظه و برای دعا هوشیار باشید. پیش از همه چیز به یکدیگر محبت پرزور داشته باشید، چون که محبت گناه‌های زیاد را روپوش می‌کند. یکدیگر را بی شکوه و شکایت مهمان نوازی کنید. به یکدیگر هر یکی از روی بخشایشی که یافته‌اید همچون موکلان نیک فیض گوناگون خدا خدمت کنید. کسی اگر سخنی به زبان راند، بگذار همچون سخنان خدا به زبان راند. کسی اگر خدمت کند، بگذار موافق قوتی که خدا به وی می‌دهد خدمت کند، تا که در همه چیز خدا به واسطه عیسی مسیح جلال یابد، که او را جلال و سلطنت تا ابد باد.